بخش اساسی خبر رسمی از جلسه حکومت توصیف کار مقامات در سال گذشته است. از جمله گفته شده است که مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2022 به 115.7 میلیارد سومانی رسانده شده. بودجه هم بر زیاد اجرا شد، هرچند نزدیکان برخی مهاجران میگویند در پی حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم ها علیه روسیه درآمدشان کم و زندگیشان مشکل تر شد. صرف نظر از توصیف کار حکومت در سال گذشته، رئیس جمهور امام علی رحمان از بعض مسئله ها انتقاد کرده است. از جمله پرزیدنت گفته است صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج تا حال در سطح پایین قرار دارد و مقامات باید چاره اندیشند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته از خارج کشور به تاجیکستان به مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار مال آورده، در عوض همگی به مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار محصولات صادر شده است. خبر دیگر از جلسه حکومت که می تواند برای تاجیکستان مهم باشد، مسئله پیوستن کشور به سیستم عمومی برتری ها برای برآوردن مال به کشورهای اروپایی است. حکومت تاجیکستان سالهاست که تلاش دارد به این نظام پیوست شود، اما نمایندگان اتحاد اروپا بارها گفتند در عوض پیوست شوی کشور به این نظام شرط‌های دارند. رعایت حقوق انسان یکی از این شرط‌ها گفته می شود، چیزی که تاجیکستان را همیشه برای رعایت نکردنش تنقید می‌کنند. در جلسه حکومت همچنین مسئله صفت ارتباط و اینترنت در کشور بررسی شده است. در حالی که شکایت‌ها از سرعت و نرخ اینترنت در کشور زیاده است، بیگ صبور رئیس خدمات علاقه درباره بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها، پس کردن ارزش خدمت‌رسانی‌های علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گرداندن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه‌های کشور به رئیس جمهور گزارش داده است. رئیس جمهور ماه دکمبر سال گذشته در پیامش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت برای پس کردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت دستور داده است، اما ساکنان میگویند بعد انتقاد امام علی رحمان از صفت اینترنت در کشور وضع چندان تغییر نکرد. در گزارشی رسمی از این مجلس بجز از دادستانی کل درباره حسابات دیگر رهبران نهادهای قدرتی چیزی نآمده است. دریافت اطلاع الترناتیوی از داخل جلسه حکومت فعلا غیر امکان است و به این خاطر معلوم نیست که رهبران نهادهای قدرتی درباره کارشان در سال گذشته چی گفتند و از پرزیدنت چی شنیدند. تنها در عکسی که خدمات مطبوعات پرزیدنت نشر کرد دیده می شود که اکثر رهبران بخش‌های انتظامی حکومت راست ایستادند. طبق اطلاع دریافته بعد از انجام جلسه سالانه حکومت احتمال بعضی تغییرات‌های کادری مهم صورت بگیرد. مولا رجب یوسفی برات یوسفی، آزادی دوشنبه.